شورای جهانی پنجشیریان به مناسبت سالروز سلطه طالبان بر ولایت پنجشیر نسبت به تشدید نقض حقوق بشر در این ولایت ابراز نگرانی کردند. این شورا دیروز در گزارش اعلام کرده که طالبان در پنجشیر دست به قتل‌های هدفمند، محکمه‌های صحرایی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی قهری زدند. در گزارش آمده که صدها خانواده به کوچ اجباری وادار شدند و جایدادهای مردم توسط جنگجویان و خانواده‌های وابسته به طالبان غصب شده است. شورای جهانی پنجشیریان افزوده که طالبان با بستن مکتب‌ها، تبدیل مراکز آموزشی به پایگاه‌های نظامی، محدود ساختن دختران از دسترسی به آموزش و آتش زدن مراکز فرهنگی، زندگی اجتماعی و آموزشی مردم را به شدت آسیب زدند. این گزارش پیامدهای روانی و اجتماعی این وضعیت را وخیم توصیف کرده و گفته است که طالبان با ایجاد فضای رعب و وحشت، امید و آینده مردم افغانستان و به ویژه مردم پنجشیر را به خطر مواجه ساختند. شورای جهانی پنجشیریان از سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی خواسته است تا وضعیت حقوق بشر در پنجشیر را بررسی کرده و عاملان این نقض‌ها را در محاکم بین المللی پاسخگو سازند.